درود دوستان، روز دوم از چالش تنفس و کشش هستش. امروز هم میخوایم با تنفس یه سری از حرکات رو انجام بدیم به صورت کششی. حالا تنفس رو یاد گرفتیم، میخوایم همراه با کششش کنیم. البته من دارم از حرکات خیلی ساده شروع میکنم، چون شاید خیلی از شماها خیلی وقت ورزش نکرده باشین یا تازه میخواین ورزش شروع کنید که بتونید انعطاف بدنی خودتون رو کم کم به دست بیارید و بتونیم در روزها و برنامه‌های آینده برنامه‌های بیشتری داشته باشیم. حالا تنفسی رو که خدمتتون آموزش دادم با هم دیگه اول انجام میدیم، 5 تا تنفس انجام میدیم و بعد میریم سراغ حرکات کششی. 5 تا تنفس شکمی رو انجام میدیم. حالا سر رو از بالای کف دست رو بالای سر بذارید و یه فشار خیلی کوچیک به دست بدیم و تنفس رو انجام بدیم. 5 تا تنفس انجام میدیم. حالا جهت مخالف. حالا چونه رو به گودی گردن نزدیک کنید، بیارید داخل و از بالا دو دست رو قلاب کنید و پشت سر بذارید. حالا سر رو بکشید به سمت بالا طوری که کشیدگی دقیقاً از سمت زیر چونه قبقب گرفت. کشیدگی رو احساس کنید تا پایین و سر رو به سمت بالا دو دست رو روی پیشونی بذارید و بکشید به سمت بالا تا کشیدگی زیر گردن احساس کنید. حالا کتف‌ها همینطور که نشستید دست ها رو روی زانو بذارید و شونه ها رو به سمت بالا بدیم. 5 بار به سمت بالا میریم و 5 بار هم به سمت پایین میاییم و با تنفس با دم شما برید بالا و بازدم میایم پایین و این میشه 1 بار تنفس با حرکت شانه. سعی کنید که حتما ستون فقراتتون هم صاف باشه تا گردش انرژی و جریان اکسیژن رو تو بدن خیلی خوب انجام بدیم. حالا حرکتی رو که میخوایم الان انجام بدیم حرکت گاو گربه هستش. حرکت گاو گربه یکی از حرکات اصلاحی واقعا عالی هستش برای کمردرد، برای عضلات لگن، برای تنگ نخاع کانال. البته حرکات باید خیلی آهسته انجام بشه و حتما تنفس توش رعایت بشه. در حالت تیبل تاپ یا 4 دست و پا قرار میگیرید. باید حتما این نکته رو رعایت کنید که شانه دست باید حتما زیر سرشانه ها و در راستای سرشانه ها باشه و پا باید حتما حالت 90 درجه باشه، نه باید لگن پایین باشه نه خیلی جلو باشین و حتما این حالت 90 درجه رو باید حفظ کنه. کف دست ها رو زمین میذاریم، با یه دم کمر رو گود میکنیم و با یه بازدم نفس رو میدیم و این حرکت گاو هست که با دم هستش.
با بازدم کمر رو گود میکنید و بازدم رو انجام میدید. فقط این نکته‌ای که توی این حرکت وجود داره این که گردن هیچ حرکتی نداره، اصلا با این حرکت نباید گردن رو تکون بدید. شما با دم که میگیرید فقط شانه و کمر هستش این حرکت. حالا 5 تا با هم انجام میدیم. به این نکاتی که گفتم در حرکت گاوگربه حتما توجه داشته باشین، گردن رو اصلا حرکت ندید چون مهرای گردن آسیب میبینه و گردن درد میگیرید. حتما تنفس رو باهاش داشته باشین، تنفس شکمی رو داشته باشین. این 3 تا حرکتی رو که بهتون گفتم حرکات خیلی خوبی کششی هستن، برای بالا تنه هستش، سر، شانه و شکم و کمر هستش. درسته که ما کمر رو گود میکنیم توی حرکت گاوگربه، ولی کاملا برای کمر و نخا خیلی عالی هستش. برای سرشونه ها یک حرکت خیلی اصلاحیه، برای قوز خیلی خوب هستش. من یه پستی یه ریلزی هم گذاشته بودم در مورد حرکت گاوگربه که چه مزایایی داره. میتونید برید اون ریلز هم مشاهده کنید و ببینید که واقعا مزایای خیلی زیادی داره. ممنون از همه دوستان که با من همراه بودن. تا جلسه بعدی که حرکت‌های دیگه‌ای رو با هم دیگه انجام بدیم. خدا نگهدار.